هیچ کس منتظر ما نیست. یه مدتی طول میکشه تا آدم قبول کنه که بیشتر عجله هایی که داریم واقعاً هیچ دلیل بیرونی ندارن. ما عجله میکنیم. انگار یکی اون طرف خط ایستاده و داره ساعتش رو نگاه میکنه. انگار اگه دیر بشه یه چیزی از دست میره یا کسی ناامید میشه. ولی حقیقت خیلی ساده تره. بیشتر وقتها هیچ کس منتظر ما نیست. نه اینکه مهم نباشیم. نه اینکه کارمون بی ارزشه. نه. بلکه چون هر کسی درگیر زندگی خودشه. آدما دارن با ترساشون دست و پنجه نرم میکنن. با قبضهاشون، با خستگیشون، با تصمیم‌هایی که مدام عقب میافتن. و این واقعیت در نگاه اول یکم سنگینه. آدم ممکنه حس کنه تنهاست. بی تماشاگر، بی تشویق. ولی اگر یک لحظه مکث کنی میبینی همین واقعیت یه آزادی عجیبی با خودش داره. وقتی هیچ کس منتظرت نیست، لازم نیست نقش بازی کنی، لازم نیست سریع باشی، لازم نیست موفق به نظر بیای. میتونی اشتباه کنی، میتونی مکث کنی، میتونی یه روز خوب نباشی و باز ادامه بدی. خیلی از چیزهایی که نصف رها میکنیم نه به خاطر سختیشونه، بلکه به خاطر فشاریه که فکر میکنیم از بیرونه. در حالی که فقط توی ذهنمونه. مثلا همین ادامه دادن هر روز، ضبط کردن، نوشتن، ساختن. بی این که کسی واقعا منتظر نتیجه باشه، وقتی اینو میفهمی یه جوری ادامه میدی که پایدارتره، آرومتره، واقعیتره. اون موقع دیگه سوال این نیست که چرا دیده نمیشم. سوال اینه که آیا هنوز حاضرم انجامش بدم؟ حتی وقتی کسی نگاه نمیکنه و شاید اونجایی که هیچ کس منتظرت نیست بهترین نقطه برای رشد کردنه. چون رشد واقعی معمولاً دور از صحنه اتفاق میافته. جایی که فقط خودتی و کاری که تصمیم گرفتی ولش نکنی.